بفهمین که شغل و جایگاه اجتماعی طرف هم برای شما مهمه. بله معلومه که مهمه. به عنوان مثال من دختر خانومی که بلاگر باشه نمیپسندم. اکثر ناخونکارا کسایی که توی سالن‌های زیبایی فعالیت میکنن رو نمیپسندم. این دو سه تا شغلی که گفتم برای من میتونم بپرسم چرا؟ بله که میتونید بپرسین. چرا دختری که ناخونکاره یا تو سالن زیبایی کار به خاطر میکنه اینکه اشکالش چیه؟ الزاما همه سالن‌های زیبایی نمیگم، اما گذشته از اون سالن‌هایی که ترانزیت میکنن یه سری دخترها رو به دبی، کلا یه اتاق فکری شده برای دخترها برای انتخاب پسرها. یعنی یه دختری که میخواد با یه پسر دوست بشه توی اون سالن زیبایی میشینه با سیما و شیما و مینا مشورت میکنه و مشاوره‌های غلط، خطهای نادرست و حتی شده که خب من تو جامعه بودم گوشم شنیده دوست خواهر دوست دختر که رفتن تو سالن زیبایی نومینیت کردن ایشونو به کردان، نومینیت کردن به مهمونی فلان. یه مقدار سالن‌های زیبایی الزاما نه همه سالن‌ها اما اکثر سالن‌های زیبایی برای من کسی که اونجا فعالیت میکنن با احترام، دختری که کار میکنه استقلال داره خیلی برای من قابل احترامه، برای من این افراد کنسلن. حالا این افراد ممکنه که توی اون سالن زیبایی هم کار بکنن، سطح مقاومت بالایی هم داشته باشن نسبت به محیط پیرامونشون، اما این سطح مقاومتشون یه جا میاد پایین، شکسته میشه و خیلی بد میشه. 3 تا دروغ رایج خانوما. من پول برام مهم نیست. من تو رابطه قبلیم خیلی اذیت شدم و مقصر پارتنرم بوده و اصلا تو سالن‌های آرایشی چیزی که شما میگی نیست. امشب برای خودت دردسر درست کردی. آخه واقعا نیست، نمیدونم. اتفاقا دوستای آرایشگر خیلی معروف، خیلی آرتیستای خوبه. به نام این شغلا رو میشناسم از نزدیک و صحبت‌های من از مشاهده سازگار با محیط این مجموعه هستش که به گفتم. خب شاید برخی از سالن‌ها اینطوری باشه. تمام صحبت‌های ما اینجوریه که ما داریم در رابطه با برخی از اون آخه یه گاردی نسبت به این قضیه داره. کاملا گارد دارم. بله. مطمئن صحبت می‌کنن. انگار مثلا یه اتفاقی براش افتاده که انقدر نه برای من نیفتاده. البته برای منم مشابهش افتاده ولی چشمای من الان توی این جامعه دیگه مستند شده. یعنی چیزی که می‌بینم و بازگو می‌کنم. آخه الان توی باشگاه همین اتفاق میفته. چیزی نیست که من بگم فقط توی سالن. اوکی آره هر جایی که تجمع خانوما باشه حرف زیاده، فرقی نمیکنه حالا چه باشگاه چه پارک چه آرایشگاه چه هر جایی که خانوما چند نفر با هم بشن شروع میکنن با هم درد دل کردن صحبت کردن. این ولی گارد چیزی که شما نسبت فقط به سالن‌های زیبایی داری یه ذره عجیبه، یعنی ذره درست نیست به نظر، چون دارین اینو کلمات ببخشید جایی که خانوما جمع میشن خب این صحبت‌ها پیش میاد که شهاب منو اذیت کرده، میگه شهاب آره شهاب مثلا خوب نیست برای تو فلان، یعنی راهنمودای غلط با آره واقعا مشاورهای غلط. ولی آقایون که جمع میشن به عنوان آرایشگاه مردونه در مورد سیاست، در مورد ماشین، در مورد با ورزش بیشتر در مورد اینجور چیزا صحبت میکنن تا دوست دختر و همسر و